السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده از تاجیکستان هستم. پیش از همه اظهار تشکر میکنم از شما کارمندان شبکه جهانی وصال حق که با برنامه‌های پرمعنا و پرمفهوم خود ما را میفهمانید و از احکام و ارکانهای شریعت ما را با خبر میکنید و ما باشیم به صبرانه در پی شنیدن و تماشای برنامه‌های شما هستیم و از شما اظهار تشکر میکنیم که با این ویژه برنامه‌ای که تاجیکستان دردها و آرزوها هست که برگزار میکنید هر چهارشنبه، که این چهارشنبه که این ویژه برنامه درباره روند شیعه در تاجیکستان بود که با این برنامه زیبای خود که مردم تاجیکستان را بیدار کردید از خواب غفلت و فهماندید به اونها. خیلی سپاسگزاریم از شما و به مردم تاجیکستان گفتنی هستم که بیدار باشند، از خواب غفلت برخیزند که شیعیان رافضی در تاجیکستان دارند مردم را به طور پنهان دعوت میکنند و این شیعیان باشند با این دسیسه ها و فتنه های خود دارند امروز در جامعه کنونی تاجیکستان دعوت و تبلیغ های خود را برده ایستادند و این فتنه ها و این قانون های ضد شرعی که هست در تاجیکستان برآمده ایستاده است از جانب حکومت داران. این البته دست همون شیعیان رافضی و تبلیغات انا همون ها می باشد و مردم تاجیکستان شما بیدار باشید، از خواب غفلت برخیزید که امروز این دشمنان دین، این دشمنان صحابیان رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند جوانان را به این مذهب شیعه‌گرایی دعوت کرده ایستادند و جوانان تاجیک را از که ما اکثر مردم تاجیکستان سنی مذهب هستیم به مذهب شیعه دعوت دارند و جوانان را بی‌راه کرده ایستادند و برای شما برادران و کارمندان شبکه جهانی وصال حق خیلی اظهار تشکر میکنیم که این گونه برنامه‌های خوب و رنگین شما ما را روز تا روز بیدار کرده ایستاده است و به صبرانه در پی تماشا و شنیدن برنامه‌های شما، سخن‌های گوهربار شما هستیم و میمانیم. انشاءالله ما شما را دوست داریم و بر شما خیلی احترام قائل هستیم و نسبت شما خیلی محبت داریم. الله حافظ و نگهبان شما باشد و بر علمتان بیفزاید. آمین. سلام.